پسر سود کردم و طلا گرفتم، منم طلا کشیده بالا، دلارامو میفروشم این رختمش کردم. خدای شکرت. تو خجالت نمیکشی؟ تو این شرایط فکر سود خودتی؟ چرا اینجوری میکنی؟ آره دیگه، این همه طلا و دلار جمع کردم واسه همچین روزی که سود کنم دیگه. پس من سود نکنم کی قرار سود کنه؟ بله، طلا رفته بالا، دلار رفته بالا، ولی نمیاد باشه گوشتم رفته بالا، مرغ نمیدونم رفته بالا، ماهی رفته بالا، ماشین رفته بالا، استهلاکش رفته بالا، اجاره خونه نمیدونم، همه چی، زمین، همه چی اینا رفته بالا. مردم تو خرجای اولیه‌شون موندن. من بهت بگم اولا اون سود نیست برای تو. همه اینا رفته بالا، اونم رفته بالا، هیچ سودی برای تو نیست. اگه اونا پایین بمونه سود میشه برای تو. دوما تو این شرط به فکر خودتی واقعا. گیریم تو سود کردی، بقیه چی؟ مردم ضرر میکنن، کاسبا دارن ضرر میکنن. فکر اینا هم باش. راستش از این زاویه تو نگاه نکرده بودم. این واقعا تو این شرایط خودخواه بودن خیلی چیز بدیه. واقعا هم سودم نکردیم که الان مثلا طلا 1 میلیون بود الان شده 16 میلیون سود کردیم، در کنارش چیزای دیگه هم رفته بالا واقعا. و هممون توی دور باطل توی کاسه داریم هی میچرخیم. خواهش میکنم تو این شرایط به فکر خودمون نباشیم. کنار هم بودن خیلی قشنگ‌تره. شاید اصلا همه چی درست بشه. ارادت.